اعصابت را بیاور نیک و بد را جمع نمنا کردنش با دیروزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من